7 روز تا رمضان المبارک مانده. یعنی ماه مبارک رمضان عقب درهای ما هست. ماهی هست که وقتی آمد به تو گناهی نمیگذاره. ماهی هست وقتی آمد تو از او استفاده کردی تو پیش الله متعال خیلی جایگاه میده. اگر ازش درست استفاده کنی هرگز پشیمان نخواهید شد. امروز 4 عمل را برای شما نشان میدهم. 4 عملی که نزد الله متعال در ماه مبارک رمضان خیلی محترم هست و خیلی محبوب هست. اول روزه گرفتن هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که ماه مبارک رمضان را روزه گرفت از روی ایمان، از روی ثواب، الله متعال تمام گناهان متقدمی از او را میبخشه. در حدیث می پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید بوی دهن روزدار از بوی مشک کردن پیش الله متعال معطر هست. دومین عملی که در ماه مبارک رمضان خیلی محبوب هست دعا کردن هست. قسمی که صحیح الجامع حدیث 3032 حدیث هست که میفرماید 3 دعوات لا ترد. 3 دعا هرگز رد نمیشه. سبحان الله. دعوت الوالد لولده، دعوت الصائم، دعوت المسافر. دعای پدر در حق فرزند هرگز رد نمیشه. دعای روزدار را الله متعال حتما قبول میکنه. هرگز دعا را در رمضان فراموش نکنید و همچنان دعای مسافر رد نمیشه. سومین عملی که الله متعال خیلی دوست داره در ماه مبارک رمضان صدقه دادن هست. حدیث بخاری شریف هست، حدیث 1902 حدیث هست که ابن عباس رضی الله عنه میفرماید كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان بسیار در رمضان صدقی از او سخاوتمندی از او به اوج می رسید. پیغمبر در رمضان خیلی صدقه میکرد. پس صدقه را فراموش نکنید. در حدیث هست یک انسان یک خرمایی را برای یک روزدار میدهد مثل اجر خود روزدار هست برش. در رمضان صدقات را فراموش نکنید هرگز. 4مین عمل الله خیلی دوست داره، خیلی محبوب هست نزد الله متعال و در ماه مبارک رمضان اجر و پاداش داره. تلاوت قرآن کریم هست. در حدیث بخاری شریف است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود برای جبرائیل در رمضان الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن تلاوت میکرد وقتی جبرائیل امین پیشش می آمد. پس یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را تاکید به این کرده وقتی خودش تلاوت قرآن در رمضان کرده و ما را هم به این راهنمایی کرده که تلاوت قرآن کریم را در ماه مبارک رمضان بالاخص فراموش نکنیم. چون این ماه ماهی است که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. در این ماه قرآن نازل شده و این ماهی است که توسط قرآن معزز شده و محترم شده. پس 4مین عملی که نباید فراموش کنی تلاوت قرآن کریم هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.